چند جلسه‌ای رفتم تراپی ولی فایده‌ای نداشت و هنوزم ناراحتم. تراپی چیه؟ آدم باید خودش حال خودشو خوب کنه. تراپی؟ نه ممنون، به جاش فلان کارو میکنم. این جملات آشنا رو این روزا زیاد میشنویم. جمله هایی که دلیل استفاده ازشون عدم درک درست روان درمانی و اهدافشه. قطعاً افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت خلقی افراد میتونه یکی از دستاوردهای روان درمانی باشه. اما آیا هدف روان درمانی فقط همینه؟ باید بگم نه. روان درمانی یه فرایند و سفری که قراره طی اون خودمون رو بهتر بشناسیم، الگوها و رفتارهای آسیبزای خودمون رو کشف کنیم و با اصلاح اونا بتونیم سازگارانه تر زندگی کنیم. از اونجایی که روان درمانی ممکنه دست بذاره روی موضوعات تلخ و پیچیده، ممکنه یک فرایند سخت و طاقت فرسا و حتی بعضی وقتا ناراحت کننده و دردناک باشه. ولی در نهایت و با گذر زمان بستری رو برای رشد فرد مهیا میکنه که درمانجو میتونه با استفاده از بینش‌ها و تجربیاتی که در اتاق درمان به دست میاره انطباق بیشتری رو در زندگی خودش تجربه کنه. روان درمانی قرار نیست یه میانبر باشه که آدم‌ها غم‌ها و سختی‌های زندگیشون رو تجربه نکنن و همیشه شاد و خوشحال باشن. اتفاقاً قرار آینه‌ای باشه که واقعیت زندگی و افراد رو بهشون نشون بده تا بالاخره فرصتی پیدا کنن که بتونن چیزایی که در واقعیت وجود داره رو بپذیرن و تجربه کنن و از طریق تجربه کردن همین چیزای ناراحت کننده یه شانسی برای سازگار شدن باهاش پیدا کنن.